السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. دوستای عزیز، شاگردای گران قدر، انشاءالله تعالی ما و شما موضوع را میخوانیم تحت عنوان شناخت سلف صالح و کتاب‌های اعتقادی از اینا هست و انشاءالله ما و شما آغاز درس اول ما و شما به شکل درس‌های مقدماتی هست تا که نوبت برسه به چی؟ نوبت میرسه به فهم عقیده سلف صالح و کتاب‌های را ما و شما میخوانیم که مربوط به سلف صالح میشه. و پیش از اینکه این کتاب‌ها را ما و شما شروع کنیم، مقدمتاً لازم است که بعضی از نکات مهم را ما و شما بفهمیم و اویی که الله سبحانه و تعالی علما را بسیار فضلشان بیان کرده هست و ارزششان بیان کرده هست و طبعا رسول الله صلی الله علیه و سلم در حدیث شریفی که امام بخاری رحمه الله روایت میکنه که معاویه رضی الله عنه میفرماید که رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتن که من یرید الله به خیرا یفقهه فی الدین، هر کسی را که الله بر او خیر بخواهد او را فقیه به دین میسازه. و فقه در دین که از دو قسم است، یکی فقه اکبر است و یکی فقه اصغر هست. ایره علما از قدیم الزمان ایره گفته هست. مثلا یکی از علمای سلف امام ابو حنیفه رحمه الله هست، اونا همین فقه را به دو بخش تقسیم میکنن که یکی فقه اکبر است و یکی فقه اصغر. و فقه اکبر امور اعتقادی هست که انسان عقیده درست، عقیده قرآن و عقیده سنت داشته باشه، عقیده سلف صالح داشته باشه، عقیده که صحابه کرام داشتن، تابعین داشتن و تابع تابعین داشتن. و رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی که گفته هست که خیر القرون قرنی ثم الذین یلونهم ثم الذین یلونهم، پس عقیده از اینا را ما و شما یاد بگیریم. و در اینجا لازم است که اول ما و شما بعضی از اصطلاحات بخوانیم. مثلا وقتی کلمه سلف گفته میشه، کلمه سلف خو در لغت به معنای گذشته هست. یکی سلف است و یکی هم خلف هست. در زبان عربی سلف گذشته ها را میگن و خلف کسایی که بعد از اینا میگن. اینا در اصطلاح اسلام که است، وقتی ما میگیم سلف صالح، منظور از سلف صالح چی است؟ صحابه کرام هستن، تابعین و تابعین هستن و شاگردای از اینا در جمله چی میرن؟ در جمله سلف صالح میرن. و الله متعال میگه والسابقون الاولون من المهاجرین والانصار. ببینن والسابقون الاولون کسایی که سابق هستن، اول هستن در اسلام از صحابه که مهاجرین انصار است. والذین اتبعوهم باحسان، و هر کسی که از اینا متابعت کردن. این تابعین و تابع تابعین اینا کسانی که از اینا متابعت کردن با احسان. با احسان یعنی با امو عقیده چی هستن؟ احسان احسنه و اصوبه است. احسنه و اصوبه. اینا چی هست که احسان که به طریق رسول الله صلی الله علیه و سلم و به طریق صحابه دیگه، اینا کسانی که از اینا متابعت کردن تا روز قیامت. هر کسی که متابعت میکنن از صحابه کرام، که صحابه کرام شاگردای رسول الله صلی الله علیه و سلم بودن، دیگه الله متعال میگه که رضی الله عنهم و رضوا عنه. اینا الله از صحابه راضی شده و آنها از الله راضی بودن. وعد لهم جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فیها ابدا ذلك الفوز العظیم. سوره توبه آیت 100 هست. و این حدیث هم خدمتان بیان کردیم که یعنی وقتی ما عقیده سلف میگیریم،
عقیده صحابه رو میگیریم و تابعین و تابع تابعین میگیریم، یک کسی پرسان میکنه که به اساس چی دلیل میگیرین؟ بگین این دلیل از قرآن است که الله متعال معرفی کرده که والسابقون الاولون من المهاجرین والانصار والذین تبعوهم باحسان. این دلیل از قرآن است و دلیل از احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم. حدیث صحیح بخاری است به حدیث 2652 که در اینجا هم عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه میگه عن النبی صلی الله علیه و سلم قال خیر الناس قرنی. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودن که خیر الناس قرنی، بهترین مردم قرن ما هست، کسایی که در قرن ما زندگی کردن که کی بودن؟ صحابه کرام بودن از مهاجرین انصار. ثم الذين يلونهم، باز کسایی که بعد از صحابه میان که اینا تابعی هستن. ثم الذين يلونهم، بعد از کسایی که چی هستن؟ بعد از اینا صحابه، تابعین و تابع تابعین، اینا سلف صالح هستن و اینا عقیده درست داشتن. چرا؟ به خاطر از اینکه عقیده خدا صحابه از کی گرفتن؟ از رسول الله صلی الله علیه و سلم گرفتن و رسول الله صلی الله علیه و سلم برش عقیده توحید جبریل امین علیه السلام آورده هست و جبریل علیه السلام از پیش کی آورده؟ از پیش الله، از لوح محفوظ. بناهن عقیده این سلسله بسیار قوی هست که صحابه از رسول الله صلی الله علیه و سلم گرفتن و تابعین از صحابه کرام گرفتن و تابع تابعین از اونا گرفتن. به این خاطر عقیده از اینا و روایات از اینا بسیار قوی و متین و بسیار خوب هستند. و رسول الله صلی الله علیه و سلم، علما میگن که و رسول الله صلی الله علیه و سلم و صحابته و التابعون لهم باحسان هم سلف و هذه الامه. علما وقتی که سلف معرفی میکنن میگه سلف از امت کی هستن؟ میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم هست که رئیس سلف است، بزرگ سلف است و مقتدای ما هست. و صحابته و صحابی رسول الله صلی الله علیه و سلم است. و تابعون لهم به احسان و کسانی که از صحابه متابعت میکنن با احسان، با نیکی. هم سلف هذه الامه. اینا کی هستن؟ بگه اینا سلف ازی امت هستن. و کل من یدعو الى مثل ما دعا الیه رسول الله صلی الله علیه و سلم و صحابته و تابعون لهم به احسان فهو علی نهج السلف. اینا میگه پس هر کسی که دعوت میکنه مثل ما دعا الیه، امو قسمی که دعوت کرد به آنچه که دعوت کرد رسول الله صلی الله علیه و سلم و صحابته و صحابه رسول الله صلی الله علیه و سلم و التابعون لهم به احسان و تابعین فهو علی نهج السلف. این به منهج سلف است. بنابراین کی در منهج سلف هست؟ در منهج سلف که بهترین مناهج است کسی هست که به مو چیز دعوت میکنه که رسول الله صلی الله علیه و سلم دعوت کرده و صحابه کردن و تابعین کردن. پس این منهج سلف صالح است. و به این خاطر بعضی علما میگن و تحدید الزمنی لیس شرطا فی ذلک، یعنی تحدید زمانی، تحدید زمان شرط نیست در این که انسان در منهج سلف باشه، بل شرط هو موافقت الکتاب و سنه. یا عالم میگه که تحدید زمانی مهم نیست در این که انسان در منهج سلف صالح باشه، بلکه شرط چی هست؟ موافقت قرآن و سنت است فی العقیدة والاحکام والسلوک بفهم سلف، که انسان امو عقیده موافقت با قرآن و سنت داشته باشه در چی؟ فی العقیدة، در عقیده، و الاحکام، و در احکام، و السلوک، و در سلوک و اعمال و اخلاقیات با فهم سلف، با فهم سلف. یعنی تو امروز هم اگر زندگی میکنی اگر عقیدت و اعمالت و احکام کس میگیری، اما قسم بفهمی مثل که سلف صالح فهمیدن، اما قسم بگیری بفهمی که سلف صالح فهمیدن. یعنی چه قسمی رو میتونی که او رو بگیری که سلف صالح فهمیدن؟ یعنی کتاب های سلف رو بخونی. وقتی کتاب های سلف فهمیدی میفهمی که مثلا این آیت قرآن اونا چه قسم فهمیده بودن، این حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم اونا چه قسم فهمیده بودن.
پس وقتی که همی فهمیدیم مطابق از اونا، دیگه اینمی شما به منهج سلف صالح هستین. فكل من وافق الكتاب والسنة فهو من اتباع السلف. دیگه هر کسی که موافقت با کتاب و سنت کرد، یعنی عقیدهش با قرآن و سنت موافقت داشت، فهو من اتباع السلفی، کی است؟ از اتباع و پیروان سلف است. و این بعد بینه و بینهم المکان و الزمان، اگرچه در بینشان زمان و مکان فاصله داشته باشه. یعنی یک کسی هست مثلا در بسیار آخری نقطه دنیا هست، از صحابه بسیار فاصله دور دارن، و یا از نگاه زمانی بسیار دور است، مثل ما و شما که مثلا چندین 14-15 قرن تیر شده که از صحابه کرام. ایناله آیا ما میتونیم از اتباع سلف باشه؟ بله، در صورتی که چی باشه؟ در صورتی که عقیده خود و اعمال خود و احکام با فهم سلف صالح بفهمیم و مطابق از اونا عمل بکنیم. اینال این فاصله ها نمیتونه که مثلا شما را از منهج سلف دور بسازه. و من خالفهم فلیس منهم و ان عاش بین ظهرانیهم. اگر کسی مخالفت از اونا کرده، اگر کسی مخالفت کرد به امرای منهج سلف و فهم سلف، ایو قرآن و سنت مطابق فهمی که صحابه مهاجرین انصار فهمیده است نفهمید، اگر چی در بین از اونا هم زندگی بکنن، باز هم اینا سلف گفتن همیشن. چرا گفتن همیشن؟ به خاطر ازی که اینا با منهج نیستن. پس قید زمان مکان، اینجا میگه قید زمان مکان نیست. کی در منهج سلف هست؟ کسی که فهم قرآن و سنت با همون فهم سلف صالح داشته باشه. سلف صالح که بودن؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم، صحابه کرام، تابعین و تبع تابعین. و امام السلف کی است؟ و امام السلف صالح رسول الله صلی الله علیه و سلم هست. امام جان کی هست؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم هستند. دلیل چی هست؟ الله متعال میگه در سوره فتح آیت 29 محمد رسول الله معرفی میکنه که محمد رسول الله هست. والذین معه، کسانی که امرای زنا بدن از مهاجرین انصار الصحابه کرام، اشداء علی الكفار رحماء بینهم تراهم رکعا سجدا یبتغون فضلا من الله و رضوانا سیماهم فی وجوههم من اثر السجود. این معرفی سلف صالح است. خب پس ما و شما سلف صالح هم فهمیدیم و کسانی را هم فهمیدیم که اونا به منهج سلف صالح هستند. دومی نقطه که ما و شما میره باید بفهمیم شناسایی کی هستن؟ شناسایی اهل سنت و الجماعت است. حالا مثلا اصطلاح سلف صالح آمد. وقتی سلف صالح گفته میشه، پس صحابه، تابعین و تبع تابعین اینا سلف ما هستن و هر کسی که به منهج از اینا هستن اونا در منهج سلف صالح هستن. دیگه اصطلاح اهل سنت و الجماعت هست. اهل سنت یعنی پیش از اینکه اهل سنت و الجماعت اینا سلف در مقابل چی استعمال شد؟ در مقابل خلف استعمال شد. و خلف کسایی هستن که اینا بعد از صحابه و تابعین و تبع تابعین و شاگردای از اینا آمدن، کسایی هستن که اونا به منهج سلف نیستن، بس آمدن اونا اکثرا رفتن مثلا عقیده خود از فلسفه گرفتن، از منطق گرفتن، از علم کلام گرفتن، اینا در خلف داخل میشن. خب مطلب دوم شناسایی اهل سنت و الجماعت است. اهل سنت و الجماعت، سنت چی را میگه و جماعت چی را میگه؟ سنت به دو معنا میگه سنت. البته کلمه سنت وقتی که فقها استعمال میکنن تعریف های خاصی دارن، وقتی که محدثین ذکر میکنن تعریف خاصی دارن. مثلا وقتی که و علمای عقیده وقتی که استعمال میکنن فرق خاص خود دارن. مثلا وقتی شما تعریف سنت پیش علمای فقها وقتی که در کتابای فقهی استعمال میکنن، همیشه سنت در مقابل فرض و واجب استعمال میکنه. یعنی او چیزی که مثلا عمل کردن به او چی هسته، یعنی الزامی هست از فرض و واجب، و او را فرض یا واجب میگن. و در مقابلش فقها وقتی که میگه این سنت هست، به این معنی که
یعنی الزامی مثل فرض و واجب نیست. این در نزد فقها هست. در نزد محدثین وقتی که علمای حدیث، شما حدیث شریف میخوانین، اونا وقتی که سنت تشریح میکنن، اونا میگه قول نبی صلی الله علیه و سلم و فعله و تقریره، یعنی اقوال نبی صلی الله علیه و سلم و افعال رسول الله صلی الله علیه و سلم و تقاریر رسول الله صلی الله علیه و سلم، اینا چی هستن؟ اینا سنت هستن. این در حدیث وقتی که ما بحث میکنیم که اینجا باز سنت معادل با چی میشه؟ با حدیث میشه. و اما سنت در نزد علمای عقیده که ما شمال بحثای اعتقادی هست و در عقیده سلف میخوانیم، اینا در اونجا در نزد سلف صالح به دو شکل استعمال میشه کلمه سنت. اول به معنای طریقه رسول الله صلی الله علیه و سلم. مثلا علما میگن طریقه النبی صلی الله علیه و سلم و اصحابه علما و عملا اعتقادا و سلوکا خلقا و ادبا. یعنی میگن که سنت چی هست؟ طریقه رسول الله صلی الله علیه و سلم است و طریقه صحابه هست. وقتی سنت اینجا استعمال میشه، طریقه کی شد؟ از نبی صلی الله علیه و سلم و اصحابه، از نگاه علم و عمل و اعتقاد و سلوک و خلق و ادب. این کلش وقتی که بیان میشه، این چی هست؟ این سنت هست. دوم اصطلاح دوم سنت به معنای چی استعمال میشه؟ عقیده صحیحی که ثابت از قرآن و سنت باشه. وقتی که سلف صالح استعمال میکردن سنت، به این معنی که فهو على منهج السنه، فهو من اهل السنه والجماعه، به این معنی یعنی کسایی که عقیده صحیح ثابت از قرآن و سنت دارن. اما الاطلاق الثاني فيطلق به فيقصد به العقيدة الصحيحة. میگه اطلاق دومی که سنت بس نحو سلف صالح استعمال میشه، فيقصد به مقصد به چی گرفته میشه؟ العقيدة الصحيحة الثابتة بالكتاب والسنة. این سنت هست. چی است؟ عقیده صحیحه که با قرآن و سنت ثابت باشه. این سنت میگفتن سلف صالح. حیث اطلق السلف مصطلح السنة، چرا میگه استعمال کردن سلف صالح اصطلاح سنت على اصول الدین و فرائض الاسلام و امور الاعتقاد و الاحکام القطعیه فی الدین. در چی استعمالش کردن؟ على اصول الدین و فرائض الاسلام و امور الاعتقاد و الاحکام القطعیه فی الدین. در این چهار چیز ایره استعمال کردن. در چی؟ در اصول الدین. اصول الدین چی است؟ اعتقادات، فرائض اسلام، امور اعتقادی و احکام قطعی در دین. این وقتی که استعمال میکردن، از این خاطر اصطلاح سنت استعمال میکردن. به همین سبب بسیاری از کتابای سلف که ببینید به نام السنه میآید. بسیار کتابای سلف ببینید که السنه لفلان، شرح السنه یا سنه یا شرح السنه یا اصول السنه، اکثرا کتابای اعتقادی در نزد چی هست؟ در نزد سلف صالح هست. خب جماعت چی رو میگن؟ اینا اهل السنت والجماعه. جماعت المسلمین و هم سلف هذه الامه من الصحابه والتابعین و من تبعهم باحسان الى یوم الدین. حال وقتی که جماعت گفته میشه، کدام جماعت منظور هست؟ اینا جماعت سلف هستند، صحابی رسول الله صلی الله علیه و سلم و تابعین و تبع تابعین. بناء جماعت هنا هستند. هر کسی که به منهج صحابه و تابعین و تبع تابعین است، این اهل السنت والجماعت هست. این قسم معرفی میکنه. جماعت المسلمین کی هستند؟ والجماعت میگه جماعت المسلمین. خب کدام جماعت کدام مسلمان ها هست؟ وهم سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين الذين اجتمعوا على الكتاب والسنة وساروا على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا. این صحابه و تابعین و تابعین که اجتماع کردن یا اجماع کردن، یک جای شدن. به چی؟ به قرآن و سنت اجماع کردن. و ما پیروی از قرآن و سنت میکنیم و به مور راه رفتن و صار و علی ما کان علیه رسول الله صلی الله علیه و سلم ظاهرا و باطنا، و به مور راه رفتن که رسول الله صلی الله علیه و سلم در ظاهر باطن رفتن.
خب اهل سنت و جماعت چه وقت استعمال شد؟ وقتی استعمال شد که اهل بدعت پیدا شدن. وقتی که اهل بدعت پیدا شدن، کسانی که مثلا فهمشان از قرآن و فهمشان از سنت مخالف فهم مهاجرین انصار بود، مخالف فهم صحابه بود، مخالف فهم شاگردای صحابه بود، مخالف تابعین شاگردای صحابه و تابعین شاگردای تابعین. وقتی که مخالف منهجی از اونا کسایی پیدا شدن که اونا را اهل بدعت میگفتن، پس اهل سنت استعمال شد در مقابل چی؟ در مقابل اهل بدعت استعمال شد که اعتقادات زمین. فاهل السنت والجماعه، این علما چه قسم معرفی میکنن؟ میگن فاهل السنت والجماعه هم المتمسكون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ومن تبعهم وسلك سبيلهم في الاعتقاد والقول والعمل. أهل السنة والجماعة كي هستن؟ هم المتمسكون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، کسایی که تمسک می‌ورزند، چنگ می‌زنند به سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم و اصحابش و من تبعهم، و هر کسی که از اینا متابعت کرد، و سلک سبیلهم، و رای از اینا را گرفت در چی؟ فی الاعتقاد والقول والعمل، در عقیده و سخن و در عمل. والذین استقاموا علی الاتباع، کسانی که بر اتباع متابعت استقامت کردن، و جانبوا الابتداع، از بدعت در دین اینا خدا چی کردن؟ اجتناب کردن، حفظ کردن. و هم باقون ظاهرون منصورون الى یوم القیامه. امی طایفی اهل السنت والجماعت که به منهج صحابه و تابعین و تبع تابعین به منهج سلف صالح هستن، اینا ظاهر می باشن، معلومدار می باشن، نصرت میشن تا روز قیامت. فاتباعهم هدى و خلافهم ضلال، پس مطابقت از اینا هدایت است و مخالفت با امر از اینا ای گمراهی هست. خب صفات اهل سنت والجماعت چی هست؟ اول سنت والجماعت، ما اهل سنت والجماعت چه قسم میشناسیم؟ اول منهج و روش وسطیت دارن. مثلا اهل بدعت شما وقتی ببینین یک تعداد بسیار بدعت چی میکنن؟ افراط میکنن. مثلا خوارج وقتی که شما ببینین اونا افراط میکنن در چی؟ مثلا معتزله و خوارج، اونا مثلا مسلمان اگر یک گناه کبیره کرد، او میگن که تو کافر هستی، زناکار میگن کافر هستی. خوارج بسیار افراط میکنن. و باز در مقابل از وقتی که جهمی ها میگن، اینا هم از اهل بدعت هستن، باز این به ضد از او هست. او که بسیار تندروی میکنه و در گناه کبیره و در مثلا زنا، و اگر یک مسلمان شراب خورد یا زنا کرد، او را میگن تو کافر هستی. در مقابل از باز یک گروه دیگه به نام جهمیه پیدا شده که باز اونا بسیار تفریط میکنه. باز اونا بیخی هیچ، حتی یک کسی که کفر هم بکنه او را کافر نمیگه. پس ما میگه که یک نفر هیچ نماز نخواند، هیچ روزه نگرفت، هیچ عبادت نکرد، فقط کلمه خواند، خلاص مسلمان هست. بناهن اهل سنت صفتشان چی است؟ که اونا منهج وسط هستن، نه در راه خوارج میرن که کسی را در گناه کبیره کافر بگن، و نه در گروه جهمی ها بگن که اونا کافر باز مسلمان بگن. اونا مسلمان کافر میگن، اینا کافر مسلمان میگن. این چی است؟ بین افراط و تفریط. اینا اهل سنت در وسط هستن. مؤمن میگن، کسی که گناه کبیره کرد او را مرتکب کبایر میگن و میگن که تو ایمانت ضعیف میشه، اما نقص نمیشه به گناه های کبیره. و کسی که کافر است و مرتد است و مشرک است، او را کافر و مرتد و مشرک میگن. این منهج سلف صالح هست. دوم چی است؟ گرفتن احکام اعتقادی، عبادات و سایر نظام ها از قرآن و سنت. اهل سنت کی است؟ قرآن، اعتقادات خود و احکام خود از قرآن و سنت میگیرن، نه از افکار خود، نه از کتاب های فلسفه و از کلام گپان. سوم اسوه و رهبرشان رسول الله صلی الله علیه و سلم است. بعد از صحابه هست، بعد از تابعین هست. یعنی اهل سنت یک شخص خاص را قرار نمیدن که والا اینمی شخص است، من اینمی هر چی که گفت کلش قبول دارم، اگر غلط هم کنه. نه، اهل سنت اول میان از رسول الله صلی الله علیه و سلم که معصوم هست و ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوحى،
از رسول الله صلی الله علیه و سلم، بعد از اون از صحابه کرام میگیرن و بعد از اون از تابعین به این شکل میگیرن. چهارم منهج سلف صالح چی است؟ منهج اهل سنتی است که در این جدل های بیفایده و جنجال های بیفایده خودم مصروف نمیکنن، بسیار مجادله و این جنجال ای کارا را نمیکنن. پنجم تعظیم سلف صالح، به سلف صالح بسیار احترام میکنن، به خاطر ازی که اونا میگن که روش سلف صالح اسلم و اعلم و احکم است. این سه اصطلاح برشان استعمال میکنن. منهج سلف هم سالم هست و هم سلف بسیار عالم بودن و هم اونا بسیار با حکمت بودن و محکم و استوار بود منهج از اونا. کل از اینا رو میگن در سلف صالح هست. اما کسایی که اهل سنت نیستن بازوا مثلا اصطلاحات دیگری استعمال میکنن که در او بیادبی به سلف صالح میشن. ششمی صفت اهل سنت چی هست؟ که اینا از تحریف و تعویلات بیجای اینا خودداری میکنن، تحریف نمیکنن و تعویلات غلط نمیکنن، خصوصا در باب اعتقادات اسماء و صفات تحریفات نمیکنن، تغییر نمیدن، انکار نمیکنن، بلکه اسماء و صفات الله را با آنچه که مسائل اعتقادی هست به شکل توقیفی قبول میکنن. عمل به تمامی نصوص با رد متشابهات و محکمات. مثلا آیات متشابه هست و آیات محکم هست، اینا میخوان که با کلش عمل بکنن و در جایی که متشابه آمد او رو فوراً به کجا میرن؟ به محکم میرن و محکم واضح هست معناش با مو حساب او فهم میگیرن. نهمی صفتشان چی هست؟ جمع نمودن بین علم و عمل به شکل کامل، یعنی هم علم می داشته باشن و هم عمل میکنن و به شکل کامل. اوتو نیست که مثلا علم داشته باشن مثل این علمای یهود واره که مغضوب علیهم مثلا باز عمل ندارن یا بعضی کسای دیگه هستن که مثل ضالین هستن که اونا علم ندارن، فقط عمل کرده میرن، هر چی که در فکرشان آمد که امی خوب است امور کرده میرن بدون علم. اینا اهل سنت که هستن اول علم یاد میگیرن، فعلم انه لا اله الا الله، مثل که امام بخاری میگه باب العلم قبل القول والعمل. اول علم یاد میگیره بعد از او سخن میگه بعد از او عمل میکنه. اما کسی که مثلا میگه که من عمل میکنم و من دعوت میکنم و علم نداره، منهج سلف نمیفهمه، قرآن نمیفهمه، سنت نمیفهمه، بازید منهج اهل سنت و الجماعت نیستی، اهل بدعت هستن. و دومی چی است؟ که حرص شدید به نشر عقیده توحید و اسلام کامل دارن. همیشه کوشش میکنن که عقیده توحید نشر شود، همیشه عقیده رسول الله صلی الله علیه و سلم و اصحابش نشر شود. اهل سنت نامهای دیگه هم برش گفته هست، مثلا اهل سنت سلف صالح هم میگن و اهل اثر یا اهل حدیث هم میگن. اهل حدیث وقتی برشان بازی رو میخوانیم که وقت اهل رأی پیدا شد، کسایی که به آرا و افکار خود فتوا میدادن، باز اهل حدیث میامدن احادیث جستجو میکردن و طائفی منصوره هم برشان گفته شده، به اهل سنت و فرقه ناجیه گفته شده هست و اهل اتباع هم گفته شده هست. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.